دزدیده شدن 12 دختر در سال 1398 به همراه تجاوز و کشته شدن اونا توسط قاتل سریالی به نام امین حشمتی. متولد 1363 در استان فارس و فرار 3 دختر از دست اون که باعث دستگیری اون شد و اون 3 دختر به اسمهای باران، پریسا، المیرا. اونا همه چیز رو با جزئیات برای پلیس تعریف کردن، اما 2 نفرشون به علت تجاوز و آسیب روحی نمیتونستن صحبت کنن و جزئیات کمی رو در اختیار گذاشتن، ولی باران که آسیبی ندیده بود و جزئیات هر 3 نفر تقریبا یکی بود همه چیز رو برای پلیس تعریف کرد. برای پرونجه‌های بیشتر لطفاً کانال رو سابسکرایب کن و این ویدیو رو لایک کن. روز چهارشنبه بود که تصمیم گرفتم به پارک برم و با دوستان بگردیم، ولی ساعت یه خورده از دستم در رفته بود و یکم دیرم شده بود. ساعت 7 شب شده بود. برای اینکه خونمون خیلی از پارک دور نبود تصمیم گرفتم با تاکسی برم و اسنپ نگیرم. از سر خیابان منتظر ماشین وایسادم تا ماشینی پیدا کنم و برگردم خونه، اما هیچ کسی نبود. خیابان خلوتی بود و اینکه چند تا ماشین مزاحمم می‌شدن تا بالاخره یکی از ماشین‌ها مسیرش بهم خورد. آدمی که مزاحم نبود. بهش گفتم کجا میخوام برم. شیشه‌های صندلی عقب کاملا پایین بود، ولی شیشه راننده دودی بود. یه خورده راستش ترسیدم، ولی خیلی دیرم شده بود. توی راه شیشه‌های ماشین رو داد بالا و شروع کرد به صحبت کردن و ازم پرسید چند سالمه. منم بهش گفتم 18 سالمه. به قیافش نمیخورد آدم بدی باشه، تا اینکه از یه مسیر دیگه رفت. دلم یهو خالی شد. خیلی ترسیدم. قلبم همینجوری سریع میتپید، تا اینکه بهش گفتم مسیر اشتباهی دارین میرین. اون اصلاً به حرفم گوش نکرد. شروع کردم به اعتراض کردن. صدامو بردم بالا. بعد یهو در ماشین قفل کرد. توی کوچه خلوت وایساد، سرم داد زد، گفت صدات در بیاد کشتمه دختره هرزه. ولی من همینجوری جیغ میزدم، روی شیشه ماشین میزدم، ولی هیچ کسی نبود کمکم کنه. اونم محکم با مشت زد توی صورتم. گوشه لبم زخم شده بود و کمی خون میومد. نمیتونستم جلوی گریه‌امو بگیرم. تهدیدم کرد که میکشتم. بعدش گوشیمو با کیفمو گرفت و از توی داشبورد چسب آورد. اولش دستامو بست، بعد دهنمو، و یه چاقوام از توی همون داشبورد برداشت و به نشونه تهدید گرفت سمتم. خیلی ترسیده بودم. دندونم درد میکرد. لبم پاره شده بود. ماشین شروع کرد به حرکت کردن. تقریبا از شهر خارج شده بود که به یه خونه رسیده. به نظرم متروکه میومد، چون بقیه خونه ها بیشترشون خرابه بود. در ماشین رو باز کرد و اومد در عقب رو باز کنه. منم خودم رو کشیدم عقب. معلوم نبود چه بلایی قرار سرم بیاد. با دهن بسته بهش التماس میکردم، جیغ میزدم، ولی صدایی در نمیومد. میخواست بهم نزدیک بشه. منم با لگد زدم توی سینه‌اش. زوری نداشتم. خیلی نتونستم جلوشو بگیرم. اونم عصبی شد و از موهام گرفت. من از روی صندلی عقب میکشید تا اینکه افتادم روی خاکی. همینجوری روی خاک ها منو میکشید روی زمین. موهام داشت کنده میشد. در خونه رو باز کرد و منو پرت کرد داخل. روی زمین افتادم. کل بدنم خاکی شده بود و خونهای لبم روی چسب ریخته بود. خونه قدیمی که توی حیاتش یه اتاق کاهگلی بود و دوباره منو گرفت و کشون سمت اونجا. وقتی در رو باز کرد 2 دختر رو دیدم که دست و پاهاشون رو بسته بود. اونا هم مثل من بودن، یکی خاکی‌تر یکی تمیزتر. منو برد داخل پیش اونا بست و رو کرد سمت اون، گفت دیگه آخرین روزاتونه. همین جمله کافی بود تا 3 تامون جیغ بزنیم و گریه کنیم. یکم دور اطراف رو نگاه کردم. خیلی بوی بدی می اومد. معلوم نبود قراره چه بلایی سرمون بیاد. کاملا شب شده بود. چند ساعتی گذشت و اون دوباره پیدا شد. چشماش قرمز شد بود و به شدت بوی الکل میداد. مشخص بود که مشروب خورده. اومد سمتمون و خودمون رو کشیدم عقب. رفت سراغ یکی از دخترها. دستاشو باز کرد و پرتش کرد روی زمین. شروع کرد لباساشو در بردن. جیغ میزد و تقلا میکرد. از روی چسب هم میشد فهمید چی میگفت. التماس میکرد. هممون مثل هم بودیم. سنهامون کم بود. کل بدنم درد میکرد. میدونستم که قراره همچین بلایی سر من هم بیاد. هممون گریه میکردیم. کل لباساشو در آورده بود. اون لخت جلوی ما بود. خودمون طرف هم شلوارشو در آورده بود. اون دختر تکون میخورد. نمیذاشت کارشو بکنه. اونم عصبی شد. محکم به سرش ضربه زد.
حق میکرد. با چشمای گریون داشتیم نگاه میکردیم. اون دختر باکرگیشو از دست داد. اون دختر گرفت بود و انگار داشت لذت میبرد. همینجوری که انجام میداد به ما نگاه میکرد، میگفت بعداً نوبت شما هم میرسه. روی پاهای دختر پر از خون بود. همینجوری تقلا میکرد، التماس و خواهش میکرد که ولش کنه. اونم بهش میگفت یه ذره دیگه تمومه. کارش تموم شده بود و اونو مثل یه آشغال پرت کرد اون طرف. بدون اینکه لباساشو بهش بده شروع کرد دوباره دست و پاشو چسب زدن. لباسش گوشه اتاق بود، بیشتر شبیه طویله بود. اون دختر پاهاشو تو بغل گرفته بود و همینجوری گریه میکرد، دست و پاهاش میلرزید. ما همونجوری میدونستیم قراره نوبت ما هم بشه. التماس خدا میکردم. اون شب بدون اینکه بخوابیم گذشت. هوا روشن شده بود، حتی بهمون آب و غذا نداده بود. دختری که بهش تجاوز شده بود تقریبا از حال رفته بود. خدا میکردم یکی به دادم برسه. نگران حال مادر پدرم بودم. چند ساعتی میگذشت اما خبری نشده بود که صدای حرف زدن اومد. دقیقا خودش بود، انگار داشت با تلفن حرف میزد. بقیه هم فهمیده بودن. تصمیم گرفتیم تا میتونیم جیغ بزنیم. با چسبی که روی دهنمون بود فایده نداشت، اما با امید اینکه کسی بفهمه تا میتونستیم جیغ میزدیم. متوجه شدم تلفن رو قطع کرده و عصبانی شده. در رو محکم باز کرد، اومد سمت ما. با چوبی که توی اتاق بود اونو برداشت و شروع کرد به زدن ما. از نای دردی که داشتیم و ناله هایی که میکردیم، التماس هایی که میکردیم دلش نمیسوخت. یه آدم روانی بود. چوبی که میخورد توی استخون پاهام و دستام. استخونم خیلی درد میگرفت. از درد توی خودم میپیچیدم. دختری که لباس نداشت کل بدنش جای اون چوب بود که خون مرده شده بود. چوبو پرت کرد و گفت شب میام سراغتون. امشب قرار بود نوبت یکی از ماها بشه. دیگه بلایی نمونده بود که سرمون بیاد. ساعتها گذشت و شب شده بود. اون دوباره با اون حالش دوباره پیدا شد. از گریه‌های زیاد به حق افتاده بودم. دلم خونوادم و خونمونو میخواست. گشنم بود. مجبور بودیم توی خودمون دستشویی کنیم. فکر میکردم با این کار بدش میاد و ولمون میکنه. اون مستقیما رفت سراغ اون یکی دختر. فهمیدم من آخریم. با خودم میگفتم قرار بود تا آخر عمرم همین بلا سرم بیاد. تهش چی میشه؟ دختر رو بلند کرد و شروع کرد لباساشو در آوردن. ولی اون دختر با دستاش محکم زد به صورت اون مرد. میخواست که فرار کنه، چسباش باز شده بود. اما اون مرد با دستاش از پشت گرفتش و شروع کرد خودشو مالیدن به دختر. صورتش سمت ما گرفته بود و دختر اولی که بهش تجاوز شده بود پاهاشو همینجوری جمع میکرد و گریه میکرد. منم همینجوری بودم. انقدر گریه کرده بودم که کل چشمام خشکی زده بود. اون مرد شلوار دختر رو تا نصف در آورده بود. اون هم همینجوری جیغ میزد. صورتش جلوی ما بود. اون هم باکرگیشو از دست داد و خون از پاهاش میومد. انقدر گردنشو محکم فشار داده بود که نمیتونست گردنشو جابجا کنه. یهو خودشو چسبوند بهش و کارش تموم شد و پرتش کرد. شب بعدش نوبت من بود. اون مرد از اونجا رفت. نباید میذاشتم نوبت من برسه. چند بار امتحان کردم، تقلا کردم که فرار کنم اما نشد. دستای من و اون دختر دیگه بسته بود همراه با طناب. ولی اون دختر اولی فقط با چسب دستاش بسته بود. سعی کردم بهش بفهمونم دستامونو باز کنه ولی حالش خیلی بد بود. جفتشون نابود شده بودن. باکرگیشون از دست داده بودن. چسب روی دهنم به خاطر خون زیادی که از لبم اومده بود شل شده بود. با زبانم سعی کردم درش بیارم. موفق شدم. بهشون گفتم باید از دستش فرار کنیم. به اون دختر اولی گفتم بیاد دستامونو باز کنه ولی اصلا توی حال خودش نبود. حق داشت، نصف شب شده بود. توی فکر بودم که اون دختری که لباساش به دستاش اشاره میکرد. نمیفهمیدم چی میگه تا گفت با دهن دستامو باز کن. با چسبی که روی دهنش بود اولش سخت بود فهمیدنش. همینجوری تکرار کرد تا فهمیدم. خیلی واقعا سخت بود فهمیدن اون جملاتی که چسب روی صورتش بود. دستاش جلوی بدنش بود. سرمو خم کردم، دهنم نمیرسید. اونم کمک کرد، خودشو هل داد جلو. با دندونم محکم چسبو میکشیدم تا کاملا باز بشه. موفق هم شدیم. دستاش باز بود. چسب پاهاشو هم باز کرد. دستاش باز بود و چسب پاهاشو هم باز کرد. فقط مونده بود طنابو باز کنه. طناب دور کمرمون پیچیده شده بود به یک چوب. با دستش طنابو هل داد جلو و از زیرش اومد بیرون. شروع کرد دستامو باز کردن. کاملا آزاد شده بودم و دستای اون یکی رو باز کردیم. اون لباسشو برداشت و پوشید. چسبای صورتشونو کنده بودن. وقتش بود که فرار کنیم.
خدا میکردیم در قفل نباشه. در خیلی قدیمی بود، مثل در طویله. در رو آروم هل دادیم جلو، ولی گیر کرده بود. امیدمون نابود شد. گفتیم در قفله، اما یه خورده بیشتر که زور زدیم در باز شد. خونه که توی حیاط بود مثل خونه‌های قدیمی بود. وسط حیاط یه در مثل در پناهگاه بود که مال دوران جنگ بود. دور اطراف رو نگاه کردیم. دقیقا یادم من رو این خاک ها میکشید. در خونه روبرومون بوده. دویدیم سمتش، در قفل نبود. خوشحال شدیم در رو باز کردیم. شروع کردیم به فرار کردن. ستامون پشت هم، اما اون دوتا درست نمیتونستن راه بیان. بهشون تجاوز شده بود، باکرگیشون از دست داده بودن. ولی تلاشمون رو کردیم. جاده همینجوری خاکی بود، هیچ کسی نبود. جاده‌ای که کاملا تاریک بود و اصلا هم آسفالت نبود. تا اینکه به یه جاده واقعی رسیدیم. همینجوری رفتیم تا ماشینی پیدا کردیم، خیابونی که شلوغ بود. خودمون انداختیم جلوی ماشین ها. راننده ماشین ها وقتی ما رو با اون سر و وضع دیدن تعجب کردن. ازشون درخواست آب و غذا کردیم، گفتیم به پلیس خبر بدیم. پلیس ها که همه چیز رو از زبان دخترها شنیدن، هر کدوم رو به نحوی دزدیده و به خاطر سن زیادی که نداشتن واسش راحت بوده. پلیس ها ساعتی نمیگذره که صبح میشه و قاتل سریالی که خیلی وقت کار شده بود تجاوز و قتل رو پیدا میکنن. حالا آدرس خونه رو داشتن. وقتی اون رو دستگیر کردن، اون به 12 تا قتل و تجاوز اعتراف کرده بود. پلیس ها وقتی خونه رو میگردن توی پناهگاه قدیمی، جنازه هایی که به شدت بوی بد گرفته بودن، دخترهایی که بهشون تجاوز شده بود. قرار بود این بلا هم سر اون 3 تا دختر بیاد، ولی خوشبختانه نجات پیدا کردن و اون آدم بعد از مدتی به اعدام در ملأ عام محکوم شد. مرسی که تا آخر این ویدیو رو نگاه کردین. حتما ویدیو رو لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین. نظرتون هم راجع به این پرونده جنایی حتما کامنت کنید. این ویدیو رو هم بهتون پیشنهاد میدم.